موضوع پیدا شد، همینجا یک بحث شروع شده بود به نام عذر بالجهل. در این مسئله عذر بالجهل من دیدم که به هزارها نفر عقل پرست است، با وجود از اینکه ادعا میکنه که من چی هستم، من پیرو کتاب سنت هستم. این شخصی که سر از این بحث میکنه، یک کسی برای من زنگ زد گفت استاد در مسئله عذر بالجهل نظر شما چی هست؟ در مسئله عذر بالجهل نظر شما چی هست؟ من گفتم برادر عزیز محترم، من 18 سال میشه که تنها درس عقیده میدم. 18 سال است که من زیاد تحقیق میکنم درباره عقیده و پیش از او خود در صرف و در نحو و در کتابای دیگه که در مدرسه خواندیم و در این گپا فقه خواندیم، لکن امی آخر عمر خودم من تخصیص دادم که کل بحثای من سر عقیده باشه. قسم است که من 4 ماه الی 2 سال دیگه وقت دارم که این موضوع عذر بالجهل من یاد بگیرم، با زباری از اون نظر بدم که آیا کی جاهل است کی معذور است. امیر ما تا باله تحقیق نکردیم آیاتی که در باره هست، احادیثی که در باره ازی هست، علمایی که در 14 قرن در باره ازی تحقیق کردن، ما تا باله نفهمیدیم دقیق. از این خاطر ما هیچ چیز گفتن نمیتونیم. اینجا جوانا چی شدن؟ جوانای عقل پرست یک تعدادش یک طرف رفتن و یک تعدادش این طرف دیگر رفتن. ان تقولوا علی الله ما لا تعلم. کلش افترا هست سر چی؟ سر الله. افترا هست سر چی؟ سر رسول الله صلی الله علیه و سلم. افترا هست سر قرآن و سنت. و من ازلم ممن افترا علی الله الكذب. از او که ظالمتر یافت میشه کسی که سر الله دروغ بگوید. سر الله چه قسم تهمت میشه؟ که یک چیزی را تحقیق نکردی، در باره آیات قرآن نمیفهمی، احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که تشریح کرده او را نمیفهمی، در سیرت عملی رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام و خیر القرون و بعد از این علمایی که مفسرین و علمای عقیده در باره کلشان دلایل گفتن او را نمیفهمی، خصوصا در مسائل اجتهادی که بین دو عالم اختلاف نظر است، در این باره تو نمیفهمی و در این قسمت میخیزی با بسیار جرأت گپ میزنی. الله میگه از این که ظالمتر نیست کسی که سر الله افترا و تهمت میکنه. بسیاری کسا بسیار در فتوا و گپ زدن. ای باید تقوا را در رمضان حاصل بکنیم.